دوستان عزیز، این رسمی که میبینید امینجان 20 ساله است. خداوند رحمت و مغفرتش کند. در صدمه روزی ششم در شهر کلاب به وقوع آمده، دامادی بیچاره همراه عروس و 3 تن دیگر که از خانه عروس به خانه خود برگشت کرده بود، در اساس صدمه به وقوع آمده جان را به جان آفرین سپارید. او همراه عروس خود و 3 تن دیگر. این چنین گفته می شود که خانه اقامتی آنها نیز ضرر دیده است. خود توجه کنید چگونه سخت است، درد است. از این خاطر خداوند یکایک ما را نگاه دارد و به تمام مردم شهر کلاب باستانی خداوند صبر جمیل عطا فرماید، پیش از همه در عائله ففتیدگان و ضرر دیدگان. خدایا از بلا ما را نگه دار، زمین و آسمان ها را نگه دار. انا میگه الان پلاژ ندیدی شکل که ما بلو میسه هم سپید نکنم. انا نیمه خفی انا شو زبس میکنم. انا اینا انا شو زبس. اون تاگه گذاشت.